مثلا یک نفر شما یک دختری با شما صحبت میکند نه همسر است نه مثلا عروس شونده است وقتی شما اویله دار هستید. یعنی اونجا چی بود سخنهای بود که اینقدر همسر شما رو بریقت آورد؟ بله چی سخن بود؟ سخنهای دغل هم بود. دغل یعنی چی؟ یعنی مسئله عشق و حال بله عیش و عشرت؟ بله از طرف شما یا از طرف هر دو، از دو جانب. یعنی شما توسط اینترنت همین خیلی گفتگوهای عاشقانه رو انجام میدید با آنکه اویله دارید با آنکه زن دارید؟ نه میدونید چه ارزو من راستی با همین کارا دست نمیزنم، فقط اینکه هم یک کسلی ویزیب دارم که گپ میزنم. مثلا میخوام همین از من هم اینستاگرام میرم جای زاپروسو مثلا زیاده از 100 نفر با من مینویسد. ببینید من یگان چیزی با جایی ندارم، مثلا شما خودتون میتونید تا حاضر اینستاگرام من هم میخونم ببینم جد با من پیامک بگذارم، بعضی وقتا میخوام با یکی از اونها صحبت کنم.